چکاوک، برنامه‌ای از زهرا سروش. چکاوک. دلخوشم با غزلی تازه، همینم کافی است. تو مرا باز رساندی به یقینم کافی است. قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو. گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی است. گله‌ای نیست من و فاصله ها همزادیم. گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی است. آسمانی تو در آن گستره خورشیدی کن، من همینقدر که گرم است زمینم کافی است. من همینقدر که با حال و هوایت گهگاه برگی از باغچه شعر بچینم کافی است. فکر کردن به تو یعنی غزلی شورانگیز، که همین شوق مرا خوب ترینم کافی است. سلام، امیدوارم که خوب باشید. برنامه چکاوک رو با شعری از محمد علی بهمنی تقدیم حضورتون کردیم. امیدواریم که هر کجایی که هستید به فکر چکاوک هم باشید، با ما همکاری کنید در تهیه این برنامه که بتونه پربارتر هر روز و هر شب در خدمت شما عزیزان شنونده در سراسر دنیا باشه. در این برنامه قصد دارم که 2 کتاب رو معرفی کنم خدمت شما. یکیش هست پروژه روزی که یک رمان تقریبا محور اون عاشقانه هست و پس زمینه علمی و طنز داره، و کتاب دیگه‌ای هستش به نام جسارت‌هایی در باب عشق که اون هم یک کتابی هست که تقریبا میتونه برای عزیزانی که در مورد عاشق شدن میخوان چیزهایی رو بدونن، عاشق شدن یا میخوان عاشق باشن یا اینکه تصمیمی برای زندگیشون دارن، میتونه بسیار آموزنده باشه. سری هم خواهیم زد به دنیای مجازی و دلنوشته هایی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با ما همراه باشید. پروژه روزی یک رمان داستان محور عاشقانه با پس زمینه علمی و طنز هست. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، قهرمان دوست داشتنی رمان پروفسور دان تیتمن یک استاد دانشگاه رشته ژنتیک هست. اون یک مرد نابغه و هوشمنده که برای هر مسئله‌ای در زندگیش یک پروژه تعریف میکنه. دان ذهنی تحلیلگر داره که همه مسائل رو به صورت منطقی پردازش میکنه و بسیار معقول با همه چیز برخورد میکنه. یک برنامه دقیق ساعتی داره و در همه چیز دقیق و منضبط هست، اما در رفتار و ارتباطات اجتماعی خودش دچار مشکله و به اصطلاح همیشه یک گاف یا سوتی معاشرتی داره. همین باعث شده که تعداد دوستان اون هم به انگشتان دست هم نرسند. دان برای حل مشکل پیدا کردن یک شریک مناسب زندگیش یک پروژه‌ای به اسم پروژه همسریابی تعریف میکنه که در اون فرمی گزینشی رو طراحی میکنه که بتونه با اون فرد مناسب با زندگیش روبرو بشه و اون فرد رو انتخاب بکنه که اتفاقی این پروژه باعث آشنایی اون با دختری به نام روزی میشه که اصلاً هیچ کدام از شرایط مطلوب برای شریک زندگی شدن دان رو نداره. این آشنایی شروع پروژه های دیگر اون میشه که آشناییش رو با روزی بیشتر و بیشتر میکنه تا نهایتاً پروژه اون به پروژه روزی خاتمه می‌یابد.
رمان پروژه روزی باحال‌ترین رمان عاشقانه‌ای بود که شاید من تا به حال خوندمش. داستان رمان به شدت گیرا و جذاب هست. گرام سیمپسون استرالیایی که تخصص خودش در حوزه آیتی هست، در اون مایه عاشقانش رو به شکلی علمی، منطقی و خنده‌دار و همینطور ساده، واضح و زیبا نشون میده که باعث میشه شدیداً از کتاب لذت ببرید. کتاب لحظه‌ای ملال‌آور نیست و کمتر میتونید روی زمین بذارینش. شاید این کتاب 300 صفحه‌ای رو بتونید در طول چند روز به اتمام برسونید. پیام اصلی رمان پروژه روزی در حقیقت این هست که هیچ کس کامل نیست. لزوما نباید کسی رو انتخاب کنید که شبیه شما باشه و اینکه شما رو دوست بداره. به دنبال کسی برید که با اون احساس خوبی دارید و دوستش دارید. نیازی به تغییر خودمون برای مطالبه عشق وجود نداره. باید به دنبال کسی باشیم که ما رو همان گونه که هستیم دوست بداره و بپذیره. چکاوک، برنامه‌ای از زهرا سروش. و ما باز هم قسمت‌هایی از کتاب پروژه روزی رو تقدیم حضورتون می‌کنم. اگر واقعاً عاشق کسی هستی، باید حاضر باشی او را همان جور که هست بپذیری. تنها می‌توانی امیدوار باشی که او هم روزی از خواب غفلت بیدار شود و بنا به دلایل خودش تغییر کند. چرا به قیمت برخی کارها برای کارهای دیگری متمرکز می‌شویم؟ زندگیمان را به خطر می‌اندازیم که آدمی را از غرق شدن نجات دهیم، اما پولی نمی‌دهیم که 10 کودک دیگر از قحطی نجات پیدا کنند. صفحه انرژی خورشیدی کار می‌گذاریم که تأثیرشان بر تولید دی اکسید کربن ناچیز است و حتی اگر تأثیرات منفی ساخت و نصبشان را هم به میان آوریم، عملاً تأثیر منفی دارند. به جای آنکه برویم سراغ پروژه‌های زیرساختی مؤثرتر. ارزش همه باورهایی که مبنای غیر علمی دارند یک اندازه است. یک پنجره تاریک شد. یک چراغ راهنمایی از قرمز سبز شد. نور چراغ گردان‌های یک آمبولانس روی ساختمان‌ها منعکس شد و بر من مسجل شد که من پرسشنامه را به این قصد طرح نکرده بودم که زنی را بیابم که بتوانم بپذیرمش، بلکه قرار بود کسی را پیدا کنم که مرا بپذیرد. وقتتون بخیر. با چکاوک همراه هستید. بسیار سپاسگزاریم از این موضوع. مطلبی رو از کتاب مثل خون در رگ‌های من از احمد شاملو انتخاب کردم که تقدیم حضورتون میکنم. آیدای من، آیدای خودم، آیدای احمد، شریک سرنوشت و رفیق راه من، به خانه عشقت خوش آمدی، قدمت روی چشمهای من. از خدا دور افتاده بودم، خدا را با خودت به خانه من آوردی. سرد و تاریک بودم، نور و روشنایی را به اجاق من باز آوردی. زندگی ترکم کرده بود، زندگی آوردی. صفای قدمت، ناز قدمت، عشق و پاکی را به خانه من آوردی. از شوق اشک می‌ریزم، دنبال کلماتی می‌گردم که بتوانند آتشی را که در جانم شعله می‌زند برای تو بازگو کنند. اما در همه چشمانداز اندیشه و خیال من جز تصویر چشم‌های زنده و عاشق خودت هیچ چیزی نیست. مثل کسی که ناگهان گرفتار صاعقه شده باشد، هنوز باور نمی کنم. گیجم. مثل غلامی که ناگهان خبر شود که پادشاهی به خانه‌اش
مهمان آمده است دست باچه شدم. به دور و بر خود نگاه می کنم. ببینم چه دارم که زیر پای تو قربان کنم. دست مرا بگیر. با تو می خواهم برخیزم. تو رستاخیز حیات منی. من تاب این همه خوشبختی را ندارم. هنوز جرأت نمی کنم به این پیروزی عظیم فکر کنم. بگذار این هیجان اندکی آرامتر شود. بگذار این نورزدگی اندکی بگذرد تا بتوانم چشمهایم را باز کنم. بگذار این جنون و سرمستی اندکی بگذرد تا بتوانم عاقلانه تر به این حقیقت بزرگ بیندیشم. بگذار چند روزی بگذرد، چاره‌ای جز این نیست. هنوز نمیتوانم باور کنم. نمیتوانم بنویسم، نمیتوانم فکر کنم. همینقدر مست و برق زده، گیج خوشبخت با خودم میگویم برکت عشق تو با من باد و این دعای همه عمر من است. هر بامداد که با تو از خواب بیدار شوم و هر شامگاه که در کنار تو به خواب روم. برکت عشق تو با من باد. احمد تو 17 فروردین ماه 1343. و اما یک کتاب دیگه‌ای که انتخاب کردم در موردش صحبتی داشته باشم در این برنامه، اسمش هست کتاب جسارت‌هایی در باب عشق، نوشته آلن دوباتن که از انتشارات نیلوفر در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته. در پشت کتاب جسارت‌هایی در باب عشق اینطور اومده: دیدن ورای آدم‌ها آسان است، ولی ما را به جایی نمی‌رساند. به عبارت دیگر، چه آسان و چه بیفایده در افراد عیب می‌یابیم. آیا وقتی عاشق می‌شویم بعضاً به این دلیل نیست که حتی به بهای کوری خودمان در این فرایند و آن لحظه خواسته ایم دیدن ورای آدم‌ها را نفی کنیم؟ اگر بدبینی و عشق دو گزینه متقابل باشند، آیا عاشق شدن ما به این دلیل نیست که می‌خواهیم از موضع ضعف بدبینی نجات یابیم؟ آیا در هر عشق در نگاه اول نوعی گزافه پردازی نسبت به خصوصیات معشوق وجود ندارد؟ نوعی گزافه پردازی که ما را از منفی نگری معمولمان منفک می کند و تمرکز و نیرویمان را معطوف کسی می کند که چنان باورش داریم که هرگز حتی خود را چنین باور نداشته ایم. داستان این کتاب روایت دو مسافر هست که کنار هم در هواپیما قرار میگیرن و به مرور علاقه میان اونها ایجاد میشه و در نهایت اونها عاشق همدیگه میشن. رابطه اونها فراز و نشیب‌هایی رو تجربه میکنه و پس از مدتی به پایان میرسه. چکاوک، برنامه‌ای از زهرا سروش. داستان کتاب غیرعادی نیست و چه بسا که در زندگی خود ما و اطرافیانمون هم بارها با مواردی از این دست مواجه شدیم. ریزترین احساسات، برخوردها، حرفها و واکنشها در این رابطه از سوی نویسنده آنالایز و بررسی میشه. انگار که عشق رو از زیر عدسی میکروسکوپ فلسفه تماشا میکنید و اینجاست که کتاب تبدیل میشه به اثری ترکیبی از رمان و تحلیل‌های فلسفی. نویسنده این کتاب یک زبان گیرا و شیرینی داره.
این کتاب شما رو درگیر میکنه و باعث میشه که از یک دید متفاوت به عشق و رابطه های این چنینی نگاه کنید. پیشنهاد میکنیم اگر عاشقید یا فکر میکنید عاشق شدید یا میخواهید عاشق شوید یا حتی از عشق فراغت یافتید، این کتاب رو بخونید. این کتاب به ما در گرفتن تصمیم‌های درست و جلوگیری از اشتباهات احتمالی کمک میکنه. و ما قسمت‌هایی از متن کتاب رو انتخاب کردم که تقدیم حضورتون میشه. وقتی عاشق میشیم، تصادف‌های طبیعی زندگی را پشت حجابی از هدفمندی پنهان میکنیم. هرچند اگر منصفانه قضاوت کنیم، ملاقات با ناجیمان کاملاً تصادفی و لاجرم غیر ممکن است. اما باز اصرار می‌ورزیم که این رخداد از ازل در توماری ثبت شده بوده و اینک در زیر گنبد مینایی به آهستگی از هم باز می‌شود. سرنوشتی می‌بافیم تا از اضطراب ناشی از این واقعیت که هر حکمتی در زندگیمان هرچند اندک ساخته خود ماست نجات پیدا کنیم و فراموش می‌کنیم که توماری و طبعاً سرنوشت از پیش مقرر شده ای وجود ندارد. اینکه چه کسی را در هواپیما ملاقات بکنیم یا نکنیم حکمتی جز آنچه خودمان به آن اطلاق می‌کنیم ندارد. به عبارت دیگر می‌خواهیم از اضطراب ناشی از اینکه کسی زندگی نامه ما را ننوشته و عشق‌های ما را بیمه نکرده پرهیز کنیم. به این نتیجه رسیده بودم که کشش و جذابیت مترادف از دست دادن هر گونه خصوصیات شخصی بود. خود واقعیم لزوماً در مقابل کمال معشوق با خود در جدال بود و اصولاً ارزشی نداشت. برای کسانی که با اطمینان عاشقند، اغواگری عرصه‌ای برای از این شاخ به آن شاخ پریدن نیست. هر لبخند و کلامی منجر به ده‌ها اگر نه هزاران معنا می شود. اشاراتی که در زندگی معمولی، در زندگی بدون عشق معنای خود را دارند، اکنون می توانند با مفاهیم گوناگون فرهنگ لغات را از رو ببرند و برای اغوا کننده تردیدها به پرسشی مرکزی تبدیل می شود. همانند دلهره مجرمی که منتظر حکم است. آیا او مرا می خواهد یا نه؟ برنامه چکاوک رو دنبال می‌کنیم و در مورد کتاب جسارت‌هایی در باب عشق داریم صحبت می‌کنیم. قسمت دیگری از این کتاب به این صورت نوشته شده: آدم باید با توقعات برابر به یک رابطه متعهد بشه. همون اندازه کوتاه بیاد که طرف مقابلش حاضره. نه اینکه یکی فقط بخواد خودش رو سرگرم کنه و دیگری دنبال عشق واقعی باشه. به نظر من از اینجاست که تمام رنج‌ها شروع میشه. هر انسان آن چیزی را نیک میپندارد که به او لذت و شعف میبخشد و آن چیزی را بد که خوشایندش نیست. از آنجا که ذات هر فرد متفاوت از دیگری است، تشخیص ساده نیک و بد نیز با هم تفاوت دارند و اصولاً مقوله‌ای با عنوان نیک مطلق وجود ندارد. میگن از روانشناسی پرسیدن بهترین الگو برای پیروی در زندگی چی هست؟ گفت کودکان بهترین الگو هستند. گفتن کودکان که هیچ نمیدانند. گفت سخت در اشتباهید. کودکان 6 خصوصیت دارند که نباید هیچگاه فراموش کرد. اول اینکه همیشه بی دلیل شاد هستند. دوم، همیشه سرشان به کاری مشغول است. سوم اینکه وقتی چیز را می‌خواهند تا به دست نیاورند دست از اصرار بر نمی‌دارند. و چهارم اینکه به هیچ چیز دل نمی‌بندند. پنجم
وقتی با هم دعوا میکنند سریع آشتی میکنند و از هم کینه به دل نمیگیرند. و ششم اینکه به راحتی گریه میکنند. پس کودکانه زندگی کنید. خب امیدواریم که از برنامه چکاوک استفاده برده باشید. رسیدیم به دقایق پایانی. متن آخر برنامه رو از کافکا انتخاب کردم که تقدیم حضورتون میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتی در مقابل من میستی و نگاه هم میکنی، تو از غمی که در وجود من وجود دارد چه میدانی و من از غم تو چه چیزی میدانم؟ اگر غمگین در مقابل تو بایستم و از غمم برایت بگویم، تو چه میفهمی؟ همچنان وقتی که برای تو از جهنم میگویند، آیا تو گرما و دردناک بودن آن را درک خواهی کرد؟ رفتی که من در نیمه تاریک این سیاره باشم، رفتی که مثل سایه‌ای روی زمین آواره باشم، رفتی و جای خالیت را در کنارم حس نکردی، رفتی و چیزی از عذاب انتظارم حس نکردی. میسوزم اما آتش عشق تو خاموشی ندارم، میمیرم اما داغ چشمانت فراموشی ندارم. باید مرا باور کنی تنها ترین مرد زمینم، تا در طلوع تازه‌ای من در غروب آخرینم. من بی تو در شب‌های دلتنگی اسیرم، باورم کن. من بی تو مثل تک درختی در کویرم، باورم کن. زیبای من در جشن میلاد تو و زیبایی تو، من آخرین شمعم که میخواهم بمیرم، باورم کن، باورم کن، باورم کن. که باشی شاید تو هم دلتنگیم را حس کنی، تنها که باشی با من بمان، با من بخوان افسانه تنهاییت را، با من بمان در چشمهای من ببین زیباییت را. من بی تو در شب‌های دلتنگی اسیرم، باورم کن. من بی تو مثل تک درختی در کویرم، باورم کن. زیبای من در جشن میلاد تو و زیبایی تو، من آخرین شمعم که میخواهم بمیرم، باورم کن، باورم کن، باورم کن.
برنامه‌ای از زهرا سروش. چکاوک